گپای ناخبان یکم. آیا می‌خواهی ریش خود را زیاد نمایی یا می‌خواهی موی سر از ریختن ماند یا می‌خواهی داغ‌های سفید باشید؟ آفیس صاف سودا در پیتر و مسکو. شما کدام وقت پدر درست از دخترم قول دادم میارم برات. فعلا من میرم. بعد از رفتن ما تو چی میکنی شام باز میبینیم دخترم. خداحافظ پدر جان.
یک صندوق مانده. فکر میکردم که چند دقیقه بعد بلند میشه چون طفل بودم. راستی از بین شما کسی پدر خود از دست داده؟ بتی واسماس رسمی ما بده. من قدیر و اصلی. لطفاً به امبولانس زنگ بزنین، زود باشه. قدیر تحمل کن قدیر، لطفاً حالا امبولانس
تو همراه پلیس گپ زدی؟ میخوایی ما را دگیر بدی؟ اگه ای کار کرده باشی دخترت دیگه دیدن درست است؟ الو گنگه شدی؟ چی میشه؟ مرا ببخش قدیر، لطفا مرا ببخش. هی هی عامر صاحب عامر صاحب عامر صاحب شما خوب هستین؟ صدای نمردین مرکز. ما کار نکردیم پدر، بیبی در جایم شیشتیم.
زندستی؟ زندستی ها؟ ها؟ مشنوی صدای من؟ بچم صدای من مشنوی؟ فهمیدی گپ ما یا نه؟ نفهمیدم. به طرف چپ برید. آدرس مورد نظر شما به طرف چپ است. کجاستی؟ پول آوردم کجا؟ حالا زینب بودی؟ داخل موتور بودی؟
نمیتونم. این کار از توان من بسیار بالاست. تسلیم شو. اگه فایر میکنم. خواهش میکنم بانک برم. اگه ای بیکنه برام دخترم گرفته نمیتونم. بیکبان! زینب از یک فابریکه. لطفاً زود باشین بیاین. قدیر خواهش میکنم چشمای قدیر نفس نمیکشه. آمر صاحب در ای کار پلیس داخل شد. موبایل بچه را جمع آوری کن. هیچ کس نباید چند دقیقه میشه که بیهوش شده. من باید ندارم.
در یتیم خانه یک جای کلان شدیم. ایره ببره. گفتم دخترم من نجات میدم، لطفاً بانین که برو. حالا آرام باش آرام باش. چرا درکم نمیکنین بانین؟ سوار شو. بله یعقوب چی گپ شده؟ چیزی نشده. یعنی چی که چیزی نشده بگو. چیزی نشده. یعقوب لطفاً. نمیخوای جواب بدی؟ نه. بون هرچی که میخوایم تو کنه. از ما میخوای که مام همراهش برم. ای اصلا کدا دیمیر دموتر بند مانده زخمی شده. حالا ما با محل حادثه میرم. محل حادثه کجا؟ و دمیر چی شده؟ جمره حادثه کده. فکر میکنم وضعیتش خوب نیست. حالتش خوب است؟ در داخل
فکر میکنم. یک دقیقه. بیلی ما کجا میری؟ باید میر به خدا تباه شدیم. سیف خالی کردن. پلیسا میاین. دوباره خود تو داخل جمع کن. مام رفته پایین پاک میکنم. درست است؟ درست است؟ کرکو بیادرش هستم. متاسفانه وضعیتش بسیار وخیم است. شما باید صبر داشته باشین. ما تلاش خودم میکنیم. مرا ایلا کنین. لطفا مرا ایلا کنین. میخوایم با او ببینم. زیاد چیخ نزن. لطفاً گوش کن. تو اگه بیا تو خبر نداری که چی شده؟ از چی خبر نداره؟ آقا نگفتم که در موبایل گپ نزنین.
برو دروازه رو باز کن. اینجا چی بات میکنی؟ دستم تو اینجا چی؟ یعنی کدام دختر از بین رفت؟ اونو دختر. دخترم نترس، دخترم آرام، متوجه باشه. زیاد جگرخون شدم. در یکی از بانک‌های بزرگ کارمند بود. نامش زینب تنج است. هنگام فرار بعد از گرفتن یک گیره به تعقیبم مندازی. آقا ولی میبینی آقا غالب، بگویم که پوره نیست. قرض قمارت پرداخت کردی؟ غالب قمار باز. به هر صورت
از تو هیچ چیز نمیخوایم. اعضای مختلف بدنش توسط زنده جانای دریا خورده شده. تشخیص چهره شما مشنوی؟ بله. بله مدیر صاحب صدایتان خدیر هیچ تشویشی ما را نکن. ما اینجا منتظرت می باشیم. نکو این کاره.
بیشی تکان نخور. خدای میکرد که چی میکنی قدر دیر زیر اوشیشتی؟ گفتم چی میکنم گیری چی؟ درداره که متقبل شدی به اندازه بزرگ است که عقل زندگی من در مقابل یه استادیوم در او حادثه از بین رفت. ادامه بده. چرا نمیتی؟ میتونه خالقت میگه انوز تو باید زنده بانی، میگه نباید بموری. با کدام امید سابقه است. یک دوست سابقه هم است در گذشته مونده. او دختر چی تو میشه بچیم؟ بگوین من خواسته شود من پیش من میای لطفا. غیر از او کسی دیگه بگه پایم باور نمیکنه. مامور پلیس زخمی ساختی، حادثه کردی و باز فرار کردی. فهمیدی؟ بیرون شدن تو از این با تو برخورد خصوصی میکنه. باید به کل چیز اعتراف کنی.
در سومیش هم جیم را گور بود. او هنوز هم در شفاخانه است. نمیکردم یک جای از رستوران بیرون می شدیم. این مشکلات سرت نمی آمد. صبح تا حالا تو میشد و تو میشد گفتم میری دیگه نمیخوایم گپ منفی بشنوم لطفا. حق به جانب است زندگی خونم هم خون است. از دم مرگ برگشته میره خو میفهمینی؟ خونم پاک کردیم کسی نمیفهمه که جمره خانه آمده بوده. چطور قدر راحت بوده؟ خبرها هیچ ارزش نمیتن. از کجا میفهمی اونای قسم هستن؟ از جایی که ما آمدیم اما قسم بودن.
خسته نباشی پدر. جیم را گور هنوز در شفاخانه است. ببین سالا میشه که من فهمیدی گیره اما تو نیست و حالا که من دوسیه تو رو تعقیب میکنم فکر نکنم نجات پیدا کنی. چیزایی که تو گفتی فقط به یک شرط انجام میدم. من پیش قدیر داخل بیا آدم. مدیر صاحب امیال اظهارات خانم زینب تونجا میگرفتم. خب تصاویر دزدی از بانک که توسط او خانم دزدی شده را داریم. خوب است. یک مامور پلیس ما ایره میگم اگه ای دوتا رو روبرو بکنیم شاید به بیادر ما فایده کنه. چطور مدیر صاحب؟ یعنی جمره زخمی شده، از مرگ برگشته، خانه ما دزدی شده. یعقوب
گرفتن پاسپورت خود به خانه رفتم. وقت داخل شدم صدای موسیقی را شنیدم از من. دیوانه میشم که چرا آرام باش صداش زندگیم، نشنیدم. آرام باش. چه قسم خبر میشدی؟ آرام باش. لازم از کجا میفهمیدی؟ انسانای پست. تو هیچ تشویش نکن دخترم، پیدایشان میکنم، اما هنوز هویتشان فکر کردم شاید به بیلی مام ضرر رسانده باشن. وقت بالا شده نتونستم. کلیم چه فراموش میکنه که آلارمای خانه رو فعال کنه؟ بله، بعضا فراموش میکنم که آلارم فعال کنم. حتما وقتی کجاست یعقوب؟ همیشه دو خانه میرین شما؟ نه خیر، کم جگرخون بودم. تو میفهمیدی که من او وقت اونجا میایم. باز چه شد؟ باز که فقط جسدایشان از زندان بیرون خواهد شد. پدر میخوایم خودم تعقیب کنم. دوسیه یعنی شما که داخل خانه شدین دزدا داخل
به تو هم ضرر رسانده میتونستن بیلیما جان. درست است سلیم جان، درست است. بیبی مهوجم را در این فرصت به اوضاع بیاین تا با رسم ما همکاری کنین. امی که دخترم کمی بهتر شوه یک جای می امکان داشته میتونم. او را شما جواب دادم میتونین آقای محترم، به خاطر که شما پلیس هستین. ای چیز دیگه کار ندارین؟ نه بسیار تشکر، رفتم میتونین. بار تصاویر زنده محل کل چیز. دخترم چرا عجله میگی داری؟ چرا عجله دارم؟ پدر کسی که میخواست خود باشی لطفا. به کمک ضرورت داری؟ نه پدر، من کاملا خوب است.
توته های شکستگی از موتر در اطراف محل پراکنده شده. گروه اطفائیه و دکتر نمیخورم. مادرم میخوایم. جنگرم و تو ضرورت داره مگنه تو یک سیلی میزدمت که از اوش میرفتی. چیز نزن. چوب باش. آرام باش. هنگام فرار بعد از گرفتن 1,000,000 یورو از بانک که کار میکرد سبب این حادثه شد. اما تا هنوز پلیس جاز چند روز میشه کورا ندیدیم. دیروز دیدمش بکس کالای خود گرفت از اینجا رفت. پتا بگی بهتر از صدایت نکشی به خاطر که اینجا کسی در قصه کسی نیست. اما تو دیگه پیش او رفتن نمیتونی.
دم شدی. وقت ما یک قول بتم به هر قیمتی که باشه عملیش میکنم. یعنی چه قسم؟ کسی که مرا با سازم آرام ششته نمیتونم.
بیادر. قدیر خواهش میکنم دروازه رو باز کن. لطفاً دروازه رو باز کن. قدیر خواهش میکنم لطفاً. زندانی میشه مگه زندان برام. دروازه رو بسته نکن قدیر. قدیر دروازه رو بسته نکن خواهش میکنم. قدیر خواهش میکنم دروازه رو باز. دروازه رو باز کن قدیر. قدیر سایس بیادر. قدیر خانه بوی گاز است. بوی گاز است. دنیز هست. اصلی و دینی
تنها ماندن هیچ نمیخوایم زندگی کنم. هیچ قسم درد است. بجز رفتن دیگه چاره ندارم زینب.